در سال 2018 بیات پاور قرارداد خرید برق را با افغانستان برشنا شرکت جهت احداث اولین نیروگاه سیار برق در افغانستان امضا کرد. این قرارداد مستلزم انتقال نخستین توربین سیار جهان از نوع SGT-A45 زمنز از ایالت آلابامای ایالات متحده امریکا به مزار شریف افغانستان بود. این نخستین توربین جدید گاز است که در بیش از 40 سال گذشته در افغانستان نصب شده و برق قابل اعتماد و ارزان را به بیش از 100,000 خانه تامین می کند. توربین گازی SGT-A45 زمنز قدرتمندترین و مؤثرترین توربین سیار در جهان است که ظرفیت تولید سالانه بیش از 300 میلیون کیلووات ساعت برق را دارد. این پروژه نه تنها نظارت بر انتقال موفقیت آمیز 450 تن تجهیزات پیچیده از ایالات متحده به افغانستان در مسافت بیشتر از 7000 مایل را شامل می شد، بلکه آغاز یک سفر مهم برای احیای صنعت تولید انرژی داخلی افغانستان نیز بود تا افغانستان دیگر به واردات خارجی برق وابسته نبوده و بتواند برق مورد نیاز، قابل اعتماد و مقرون به صرفه را به تمامی شهروندان خود ارائه دهد. واحد سیار زمنس SGT-A45 محراق پروژه بیات پاور را تشکیل می دهد که به تولید برق جهت تضمین رشد اقتصادی افغانستان اختصاص یافته است. این پروژه به تقویت خودکفایی انرژی برق در کشور، بهبود زیربناها و ایجاد جریان عایداتی پایدار و دراز مدت برای کشور افغانستان از طریق فروش گاز طبیعی کمک می کند. اخیراً بیات پاور به تولید 1 میلیارد کیلووات ساعت برق از گاز طبیعی دست یافت که این امر یک دستاورد بزرگ در سکتور انرژی افغانستان به شمار می رود. از آغاز فعالیت‌های خود در نوامبر 2019 بیات پاور در صف اول تولید برق داخلی قرار داشته و بر تعهد خود برای یک آینده پایدار تاکید ورزیده است. بیات پاور به عنوان بخش از بیات گروپ در سال 2002 توسط دکتر احسان الله بیات تأسیس شد. این شرکت در توسعه اقتصادی کشور نقش مهم ایفا کرده و به عنوان یک کار آفرین و سرمایه گذار کلیدی عمل کرده است. نیروگاه گاز طبیعی بیات پاور. نیروگاه گازسوز بیات پاور در شبرغان ولایت جوزجان نخستین تأسیسات از نوع خود در افغانستان در طول 40 سال گذشته است. این نیروگاه در سال 2019 به فعالیت آغاز کرده و بیات پاور نخستین مورد از چندین تأسیسات تبدیل گاز به برق است که به زودی در سرتاسر کشور تأسیس خواهد شد. مبدا و چشمانداز. این پروژه توسط دکتر احسان الله بیات، رئیس و مؤسس بیات گروپ، با همکاری شرکت زمنز انرژی تأسیس گردید. فعالیت تکنولوژی توربین گازی سیار SGT-A45 زمنز باعث تولید برق به طور مؤثر و به موقع شده است. این پروژه موفق بنیانگذار آینده انرژی برق افغانستان بوده و نشان دهنده تعهد بیات پاور به استفاده از منابع انرژی داخلی است. مأموریت بیات پاور. بیات پاور به طور مستقیم به نیاز فوری افغانستان به منابع جدید برق پاسخ می دهد. بیش از 80% برق افغانستان وارداتی است که ذخایر ارزی کشور را تحت فشار قرار می دهد. تولید داخلی برق بیات پاور به کاهش این مصارف کمک کرده و در عین حال صنعت داخلی را نیرومند می سازد. مشکلات لوجستیکی. انتقال تجهیزات سنگین مانند توربین گازی SGT-A45 نیازمند لوجستیک پیچیده‌ای بود. انتقال تجهیزات با پیچیدگی‌ها و روش‌های مختلف همراه بود، زیرا بسته SGT-A45 شامل 3 تیلر، ژنراتور AC، توربین گاز و مدل، اتاق کنترل می باشد. هر تیلر با چالش‌ها و پیچیدگی‌های خاص خود روبرو بود. تیلر اول ژنراتور AC بود که وزن آن حدود 100 تن
و طول آن به 27 متر می رسید. تیلر دوم توربین گاز بود که وزن آن حدود 90 تن و طول آن 30 متر بود و در نهایت تیلر سوم مدل اتاق کنترل بود که وزن آن حدود 60 تن و طول آن 22 متر بود. در ابتدا تجهیزات از طریق جاده از 4 ایالت مختلف ایالات متحده به بندر هوستون منتقل شدند. سپس توسط کشتی رورو به بندر جبل علی در دبی حمل شد. در دبی یک تیلر مخصوص برای انتقال تجهیزات از بندر جبل علی به میدان هوایی DWC سفارش داده شده و برای بارگیری در طیاره آنتونوف A124 برای انتقال به مزار شریف افغانستان استفاده گردید. در مجموع 5 پرواز آنتونوف به مزار شریف جهت انتقال تمام تجهیزات صورت گرفت. تأثیرات اقتصادی و اجتماعی. این پروژه فرصت‌های شغلی زیاد ایجاد کرد، امنیت انرژی را تقویت نمود و درآمد از فروش گاز طبیعی به وجود آورد. این پروژه در سطح بین المللی شناخته شده است تا جایی که بیات پاور توانست جایزه ایشین پاور 2023 را به منظور توسعه زیربناهای انرژی افغانستان دریافت کند. نگاه به آینده. بیات پاور در نظر دارد که فاز دوم پروژه را برای گسترش تولید برق آغاز کند و همکاری خود را با نهادهای افغان ادامه دهد. بیات پاور و شرکای آن به سوی یک آینده روشن و پایدار برای افغانستان تلاش می کنند. بیایید افغانستان را با منابع داخلی خود از طریق تلاش‌های خستگی ناپذیر روشن کنیم.